جمهوری اسلامی یه شب میخوابن، صبح بلند میشن میگن سر جمهوری اسلامی نیست. یعنی ممکنه خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع رو با هم بزنن. 10 عضو شورای عالی امنیت ملی به نظرم هدف چه فردی اسرائیل پیداش میکنه، میکشه، گروهی هم پیدا کنه میکشه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، قالیباف رئیس مجلس، موسوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، پاکپور فرمانده سپاه، امیر حاتمی فرمانده ارتش، اسکندر مومنی فرمانده سپاه و وزیر کشور، اسماعیل خطیب فرمانده سپاه و وزیر اطلاعات، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سعید جبری. اینا همشون هدف. ما سه تا مرحله داریم. مرحله قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی، مرحله قیام و سرنگونی جمهوری اسلامی، مرحله بعد از جمهوری اسلامی. برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن این سه تا مرحله مثلا ممکنه یه سال طول بکشه، این احتمالاً وجود داره کل پروسه یه شب طول بکشه. شب جمهوری اسلامی همینجوری سر جاشه، از خواب بیدار بشید ببینید سر جمهوری اسلامی رفته با قیام مردم سر. همش فاصله‌اش 8 ساعت. تحلیل اسرائیل از حرفاشون برمیاد که اگر این سر رو بزنه بقیه جمهوری اسلامی کاری نمی‌کنه. بقیه‌شون فرار می‌کنن، موفق نمیشن دیگه ادامه بدن، هراس بهشون میفته، ول میکنن، دچار فروپاشی میشه، مردم ایران بقیه کارو تموم میکنن و